خواهند قرآن بخوانند لیکن نمیتوانند. از سبب چی؟ از سبب زیاد گوش کردن موسیقی. چقدر انسان‌هایی که می‌خواهند 5 وقت نماز بخوانند لیکن نمی‌توانند. از سبب چی؟ از سبب زیاد گوش کردن موسیقی. چقدر انسان‌ها در راه بد می‌روند. از سبب چی؟ از سبب زیاد گوش کردن موسیقی. موسیقی بسیار خطر بزرگ است. خداوند به گوش کننده موسیقی چی میگوید؟ به این آیه توجه کنید. و من الناس من یشتری لهو الحدیث. لهو الحدیث چیست؟ ابن مسعود رضی الله عنه میگوید لهو الحدیث این همان موسیقی است. موسیقی را گوش میکنند در ماشین، در تلفن، در خانه، خلاص همه زندگیش موسیقی است. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا.